بندگان مخصوص پروردگار عالم در دل شب، در دل تاریکی شب برمیخیزند و با پروردگار مهربانشان راز و نیاز میکنند. عباد الرحمن کسانی اند که در دل شب درد دلشان را به اللهی که دردها را میشنود و مرهم گذاری میکند برای الله دردهایشان را میگویند. در دل شب با خدایشان راز و نیاز میکنند، از خواب برمیخیزند و تهجد میخوانند، دعا میکنند، دعاهای نیمه شبی، گریه های نیمه شبی، راز و نیازهای نیمه شبی. عباد الرحمن چنینند. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند. هر جا که در بود در شب در بندند، الا در دوست که در شب باز کنند. در شب همه درها بسته میشه، در بهترین دوست تو، در بزرگترین تاجر و حکمران و همه اشخاص، کسانی که بالایشان حساب میکنی و اعتماد داری، در دل شب درهای خانه خود را میبندند، الا در دوست واقعی که الله در خود را نمیبندد. دروازه الله باز است به سوی ما، به سوی مجرمان، به سوی گناهکاران، به سوی خطاکاران، به سوی انسانهای روسیاه. در هر زمانی که درش را بکوبی خدا درش را باز میکند. بنده مجرم، بنده خاطی، بنده ای که از خدا دور بودی، الله میگه دروازه من به سوی تو باز است. در دل شب دروازه من باز است. من دوست واقعی تو هستم. الله ولی مؤمنان هست. دوست واقعی مؤمنان الله هست و در دل شب با اون راز و نیاز کن. مشکل داری، مریضی داری، بیماری داری، قرضداری داری، مشکلات ها تو را فرا گرفته، در دل شب برخیز عزیز من، جوان گرانقدر، پدر با عزت، خواهر گرانقدر. در دل شب برخیز، با رب خود راز و نیاز کن. الله مشکلت را حل می کند، الله به دادت می رسد، الله دردهای دل تو را مرهم گذاری می کند.